خدمت دوستان عزیز. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. قنبری هستم از کانال گیتار آموز و قرار است در این ویدیو به آموزش این ملودی جذاب بپردازیم. تکنیک هایی که در این ویدیو مورد استفاده قرار میگیره تکنیک اسلاید، تکنیک همران و تکنیک پولاف هست که ما به صورت مفصل در ویدیوهای قبلی که در کانال گیتار آموز منتشر شد در مورد این سه تکنیک صحبت کرد. پس اگر در مورد این سه تکنیک اطلاع ندارید لطفاً ویدیوی قبلی رو حتما مشاهده کنید. خب من مثل همیشه ملودی رو به چندین تا پارت تقسیم میکنم تا پروسه یادگیری آسان تر بشه. خب حالا بریم سراغ آموزش ملودی. خب بریم سراغ پارت اول آموزش. شروع کننده ملودی فرد چهارم سیم دوم هست که اگر بخوام بخش اول رو اجرا کنم به این شکل نواخته میشه. خب بریم حالا سراغ آموزشش. فرد چهار سیم دوم، بعد فرد چهار سیم اول، بعد فرد هفت سیم دوم، بعد از 4 به 6 سیم اول یه دونه همران و بعد فرد 4 سیم اول. این میشه قسمت اولش و بعد از اینکه قسمت اول اجرا شد یه بار دیگه 4 رو میزنه، 4 فرد اول، بعد دوباره فرد 7 سیم دوم، بعد از 4 به 6 یه دونه همران داریم. پس اگر اون قسمت اول رو با دوم اجرا کنم به این شکل نواخته میشه. و بعد از اینکه این دو قسمت اجرا شد دوباره دو بار فرد 4 سیم یک، فرد 7 سیم دوم و از 4 به 6 دوباره یک همران میشه که این سه قسمت در مجموع و بعد از اینکه این سه قسمت رو اجرا کرد از فرد چهارم یک همران میکنیم به فرد 6، بعد فرد 6 سیم اول، بعد 4، بعد از 4 به 6 یه همران، بعد فرد دوم سیم اول که این بخش به این شکل نواخته میشه. ببین از 4 به 6 4 به 6 یه دونه همران و فرد دوم که بخش اول در مجموع به این شکل. سراغ آموزش پارت دوم که تقریبا مشابه با پارت اول هست و تفاوتش اینه که این بار از فرد دوم شروع میشه و به این شکل نواخته میشه. فرد دوم سیم دوم، فرد دوم سیم اول، فرد پنجم سیم دوم، بعد از 2 به 4 همران میشه و بعد فرد دوم سیم اول نواخته میشه و بعد از این دوباره فرد دوم، فرد پنجم و از 2 به 4 یه دونه همران دیگه که در مجموع که بعد از اینکه این دو قسمت نواخته شد از فرد دوم به فرد 4 یک اسلاید داریم و بعد از اون 4 فرد 4 سیم اول، فرد دوم سیم اول و بعد از اون یه همران دیگه از فرد دوم به 4 و بعد فرد پنجم سیم دوم که در مجموع که اگر بخوام پارت دوم ملودی رو با هم اجرا کنم
بریم سراغ پارت سوم ملودی که خیلی شباهت داره به بخش اولی که اجرا کردیم و یک کوچولو وسطش متفاوت میشه، ولی در بقیه مراحلش مشابه همون پارت اوله که به این شکل نواخته میشه. خب فرت چهارم سیم دوم، فرت چهارم سیم اول، فرت هفت سیم دو و از 4 به 6 یه دونه همران میشه. پس چی شد؟ ببین حالا تفاوتش اینجاست. ببینید فرت 6 یه بار 6 زده میشه، دفعه بعدی که زده میشه این بار پولاف میشه به 4. پس چی شد؟ ببینید و بعد از اون فرت 7 و از 4 به 6 دوباره همران. و این عمل 2 بار تکرار میشه و به این صورت نواخته. که این قسمتش هم که توی پارت اول به صورت کامل توضیح دادم. خب بریم سراغ پارت آخر ملودی که به این شکل نواخته میشه. هفت، پنج، هفت و بعد از اون 2 بار 7 5 و از فرت 7 به 9 اسلاید و فرت 7 و بعد از اون 7 5 7 به 9 اسلاید 9 7 7 به 9 همران و بعد از اون از فرت پنجم به هفتم همران میشه 7 5 5 به 7 همران و فرت چهارم که در مجموع به این شکل نواخته میشه.